سویت پر بگیرم، از بندم رها ساز تا از غم نمیرم. این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنهاست همگام شب من. به تمنای سخن تو سوی تو می آیم، به رهت بازی چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز. به تمنای سخن تو سوی تو می آیم، به رهت بازی چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز. از آشیانه سویت پر بگیرم، از بندم رها ساز تا از غم نمیرم. این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنهاست همگام شب من. به تمنای سخن تو سوی تو می آیم، به رهت بازی چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز. به تمنای سخن تو سوی تو می آیم، به رهت بازی چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز. من یادمه اون موقع بعد از یک دوره فطرت کاری من بود، یعنی به من گفته بودن که تو دیگه نباید در تلویزیون و رادیو برنامه اجرا بکنی چون زیاد حرف میزنی و بعضی وقتام بعضی حرفهایی رو میزنی که نباید بزنی. میدونید که منظورم چی هست. و بعد به من گفته بودن که اصلا حرف نزن و من داشتم واقعا خفه میشدم از اینکه نمیتونستم حرف بزنم و این آواز رو خوندم. حتما یادتون هست که وسط این آواز رو قطع کردم و بعد گفتم که مردم درها رو باز کنید، پنجره ها رو باز کنید، ببینید بیرون گل هست، پرنده هست، آفتاب هست، بهار هست و اگر تمام اینها رو نمیبینید و برف میبینید و غم میبینید و بیهودگی میبینید، این رو بدونید که این غم و این برف از بین میرند، آب میشند و باز علف سبز میشه و باز آفتاب میتابه.